سلام و درود خدمت تک تک کاربران دیوس گیم. خوش اومدیم به پارت سوم بازی الدرینگ. بریم ببینیم که تو این قسمت چی در انتظارمونه. طبق معمول که هرچی داخل الدرینگ غیر قابل پیش بینیه. بریم که داشته باشیم. راستی یادتون نره این پارت 2 کلید TF2 جایزه داره، به 2 نفر جایزه میدیم و هر برنده یا هر کسی که ثبت نام کرده 2 کد، یک کد بهش دادیم، یک کد 3 رقمی. من دقایق مختلف بازی اون کدا رو میگم به صورت رندوم و بیننده یا کسی که ثبت نام کرده میتونه بیاد کدو ببینه، پیداش کنه و جایزش رو تحویل بگیره. خب آقا، اینجا بود که اون باس فایتر رو زدیم. خیلی هم بد ما رو زد، خیلی هم جرمون داد. قشنگ از اونجا پرید اینجا تیکه پارامون کرد. اینا هم که دارید میبینید خون اون بدبختایی که اینجا ریخته یا اون پلیرهای آنلاین. حالا هر کدومشون به یه نحوی مردن، به شکل مختلف. مثلا اینطور مرده، این یکی چجور مرده. بله یاد خودم میفتم. آره دیگه، این یکی چطور؟ الله اکبر! داشتمون دیگه خیلی شجاع با چماق داره میاد. بله خب آقا، ما وارد قلعه نمیشیم. اینجا رو فعلا بیخیال شیم. ببینیم که بیرون از قلعه چه چیزایی هست که ما جا گذاشتیمشون ندیدیمشون. بریم اونا رو ببینیم. تو پارت بعدی وارد قلعه میشیم و به سمت جلو میریم. خب بریم از کجا شروع کنیم؟ از همین وسط به نظرم خوبه. اونجا همون جایی بود که ملینا بود. مالینا خیلی اوضاع خیته. آها راستی ما رو برد به تیبلاس. ببینیم اینجا چیه اصلا. تو پارت قبلی گفتیم بریم جایی نگه میندازیم، حالا پارتش که اومد بریم ببینیم چیه. خب بعضیا بهش میگن میز گرد، بعضیا بهش میگن تیبل هوم. سلام داشت. ما که نفهمیدیم چی گفتی ولی خب اوکی. آها یه دونه ویگور هم بهمون داد. آها این اسپل میفروشه. آره اسپل میفروشه. اوکی داشت، میام میبینمت بعدن. تو چی داری؟ از حرفش شنیدم انقدر باشون صحبت کنید که دیالوگاشون تکراری بشه. آه این خوش تیپا. خیلی خوب، با تو هم که صحبت کردیم. بریم این روما رو بگردیم. وات شما این کارا حرف نمیزنه، یه دنس بهت میده. اوکی اینجا آها تو هم یه شاپری اینجا. ما فعلا فکر نکنم چیزی نیازمون باشه. بریم اتاقای بعدی رو نگاه کنیم و اینجا هم که چیزی نیست. یک کافه زیاد مهم نیست. آها اینجا کاتانا رو آپگرید میکنیم. این اشیاواره که فکر نکنم فعلا نیازمون باشه. این هم که میتونیم بهش بفروشیم و خیلی خوب فهمیدم چی شد. خب اومدیم اینجا. یه دونه از این
استون وورد و چی گذاشتم روی این کله سگیم؟ چی میخواد بهمون بده اینجا؟ چی هست؟ اوه نداریم. اوه یه صندوقشه. یه کراسبو بهمون داد با تیرش. اینجا هم که چیز خاصی نبود. این دختر معروفه است. داد قشنگه این صحنه. چقدر شبیه درخت هست اون. یه ایتم بهمون داد. ایول. خیلی خوب بعدا من میبینمت. چیز دیگه نبود. اینجا هم که بسته است. اونجا گشتیم. نمیری. خیلی خوب. اصلا این چی بود بهمون داد؟ پشمام. اوپس. بو ان میاد. آها. اوکی. بذار منم دنس بزنم. یواش حیوون. تو یکم قوی تر نیستی؟ ریدم. او تو خیلی قوی تری از من. ولش. خب آقا با اینجا هم آشنا شدیم. اینم بعدا میزنم. پارت 4 میزنیم. بده کم قوی تر شیم. Spicy meat. Yeah, boy. خب برگردیم به همین وسط های مپ. بریم مپ رو بگردیم ببینیم چی داره اصلا. تورنتو بیا. بچه ها کسی اگه جای مینی باس ها رو بلده توی کامنت ها بهمون بگه آدرسشو، لوکیشنشو بگه ما بریم بزنیمش توی پارت های بعدی. اوپس اینجا چیه؟ فکر کنم اگه بپریم بمیریم. نه نمردیم. شانس ها بردم. چین؟ پشمام اونا رو چیکار کردن؟ اینا دوباره زنده میشن اگه نزنیمشون. اوکی. بمیر. آها اینجا رو باید پیاده برم. اوکی ولی خب چرا؟ این یه قاره. اینجا میم نگاه میندازیم. بله یه دونه اینویتر داریم. استامینمون خیلی زود تموم میشه. Wait a minute. اوه اون که اومده با کمکمون. پشمام. آها ریدم.
چجوری قد منو سری زدی؟ خب آقا ما اومدیم دوباره برگشتیم ببینیم که چی هست. چی بود یارو اصلا؟ چقدر قوی بود. یارو دوباره بیاد کمکمون خوبه. رونمونو بردم 470 چقدرم زیاد. آها جرش دادم بالاخره مرد. یه دونه اسلحه بهمون داد. ببینیم چیه این. اسلحه‌اش زبدر زده فکر کنم. آها آرکینمون کمه 13 تا باید باشه. ما چند تاییم؟ آرکین ما 10 تا 3 تا کم داریم. خب آقا بریم به اون قاره بریم چی داخلشه. شت آها یه دونه گریس اینجاست. بذارشمون رو پر کنیم. لول اپ هم چقدر نیاز داره بریم لول بعدی؟ 14 که نفهمیدم چه کسی میدونه توضیح بهمون بده. چقدرم تاریکه اینجا. اوه چقدر زیاد شدیم. از اینجا برم از اینجا برم 10 20 30 40 از اینجا میرم. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض. ها چین ماشروم چه کاری میاد؟ چی اون جلبکه؟ بپر اوپس اینجا می لباسه. ولی هر چقدر معبد بزرگتره تابلو دیگه نبود. ول چین آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش. چخه صبر کن. او تو چقدر بد میزنی. اجدایی من تسلیمم. نکشیمش. خب شکستشو قبول کرد. فکر کنم با این برگردیم به اول غار. توی پارت قبلی بچه ها یه سری لوکیشن بهم دادن واسه آپگرید کردن شمشیرامون. اون استونان نیازنی گفتم فقط برو ته دریاچه اینجاست یا اینجاست نمیدونم دقیقا. بریم که کاتانا رو قوی تر کنیم. واسه گیسر رو بزنم بهشون پرشه. خیلی خوب. خب بریم ببینیم چی داره اینجا. این انیمیا رو زدیم. خیلی هم سگ بودم واقعا. باید دوبار بزنیشون. فایر گریس رون مفت یکم فارم کنیم. لعنت بهت پایزن شدیم.
چرخنگه؟ آیا گوزا خب انقدرم قوی نیست. بزرگ نشون داد ولی خب ات چی اون؟ این نه اون دراگونه؟ اشوم بزنیمش؟ بزنیمش. اوه اینی باس هم ریدم. پشما چه دمیج هم نمیخوره که زیاد. نزن اوه شد. خوب زدیمش ها. آروم باش اوه میخواد آتش بزنه. بذار این گرگا رو بیارم. اوه بلاد شد. ببین کم مونده. بمیر تو رو پشمو. یه دونش رو راحت زد. خواهد چیکار کنیم؟ بذار اینجا قایم شیم. بخور دیگه. تو رو قرآن کم مونده. نزنی منو بکشی. بمیر. نه تو رو قرآن اوف. ببین بابا سخت بود. سختم نبود ایزی بود. دراگون یه قلب احجا بمون داد. خیلی عمالی. خب بریم جلوتر. اینجا رو نگشتیم مخروبه رو. چیه این؟ یه دونه موش هم اینجاست. بذار اشمون رو پر کنیم. اونجا هم یه چند نفری هستن. اونی که از اون کلیدا بود که گفتم. بیا ریدم. اینا خودشون دفاع نمیکنن. سگاشون چرا؟ سگاشون من اتک میزنن. شت. چی پروانه چی بود؟ خب اینجا چی داریم؟ داشتونو پر کنیم این موقع بگاه نریم. بمیر دیگه. هیچ هم دیگه نداریم بزنیم. ترپ. میگه این ترپ نزنش. میزنیم. چی بود این؟ انمی میاد بیرون. آها
تلپورت هم کرد جای دیگه. اینجا کجاست؟ سلیا کریستال تونل. من گو خوردم اینجا نمیخوام باشم. الو این چیه؟ اینا حتما ایزی هم. پشمو. یا خدا این چیه؟ اشمانم ریدم. اینجا کجاست من آوردی؟ کد 124. اومدیم اینجا. فکر کنم با کاتانا نمیشه اصلا اینا رو زد. بذار رونان رو بگیریم از بین نره. فاک نرن اینا. بابا اینا اصلا اسلحه سنگین میخوان فکر کنم. کاتانا روشون جواب نمیده که. حالا بجز این مورد. اوپس دقیق پریدم. چی گفته این؟ اینجا. فکر کنم باید از اینجا برم. خیلی سگ جونن. مرد. خب چی داری اینجا؟ وانم جای خوبی باشه واسه فارم کردن. چیزی نداری؟ نداری که بابا. کم کم وقتش این اسکیمون هم عوض کنیم. سامبر سمیتینگ ستون. عجب. من اومدم بالا، تو میای پایین. رون. نه نمیخوام بمیرم. هست نمیزنمتون. دنبال یه گریس میگردم. نزن. ای بابا. شت. یا خدا. تلیسمت هم گرفتیم. تو رو قرآن نمیر. خب ما اومدیم اینجا دوباره. به بدبختی اومدیم ولی اومدیم. اینجا که فکر نکنم. دوباره رکب زدی کی اومرس. اینجا یک گریس چیزی نیست من در برم. No, God! What the fuck. چه گو خوردم. آموسن گو خوردم. به خدا گو خوردم. بابا تو از من خیلی قوی تری. من نمیتونم بزنمت که. اند شدیم که ای بابا. بچه کسی اگه رای بلده چون قاره چیکار کنم بهم بگی حتما. ما با کارمون میاد. واقعا این ظلمه. ببینم پایین راه در رو نداره. چقدرم بد میزنم.
اونجا یه چیزی هست. بابا نزن دیگه. خدا بس دیگه. آخه تو چجوری؟ چجوری؟ واقعا چجوری؟ خب اینو زدیم. خیلی خوب. آها یه گریس اینجاست، پیداش کردیم فاینلی. کد 138 هم بیاد واسه تحویل جایزش. خب آقا دمتون گرم که تا اینجا با ما بودین. تایم ریکورد کم رفت بالا. دوستتون داریم، مواظب خودتون باشید. پارت بعدی وارد قلعه میشیم، ببینیم که چه باس فایت هایی هست. تو این قسمت گفتیم که یکم این مناطق رو بگردیم. بعد بازی لرینگ هم از اون بازی هست که خیلی طولانی حساب میشن، ولی خب ما سعی میکنیم تمام قارا، تمام باس فایت ها، مینی باس ها واسهتون ریکورد کنیم، داستان بازی رو کامل بهتون توضیح بدیم که کامل متوجه بشید. دمتون گرم. برنده هم بیان جایزاشون رو تحویل بگیرن حتما. یا علی.